سلام، من صبا هستم. حدود 8 سال تو زمینه چوب فعالیت میکنیم. با ترند شدن چوب تو این سال‌های اخیر یکی از مشکلاتی که باهاش مواجه شدیم تامین چوب مورد نیازمون با کیفیت خوب، گرید خوب. برای اینکه بتونیم ما کارمون رو ادامه بدیم همیشه مجبور بودیم بریم چوب سوپر بگیریم با بهترین کیفیت، بهترین گرید، ولی قیمت خیلی بالا. این قیمت خیلی بالا باعث شده ما خیلی جاها نتونیم رقابت کنیم. اگه بیایم چوب ارزون بخریم، چوب بی کیفیت بخریم، چوبی بخریم که ترک داره، هرت چوبمون خیلی زیاد میشه. اما اگه از اون فهم بیایم ما چوب با کیفیت بخریم، قیمت چوب برامون بالا در میاد و خیلی جاها نمیتونیم رقابت کنیم. به این نتیجه رسیدیم که دستگاه خوشگون بگیریم. اول تو فکر این بودیم که چوبامون رو هوا خشک خشکش کنیم. بعد دیدیم این هوا خشک کردنه حداقل 6 ماه 7 ماه زمان میبره نسبت به چوبای مختلف. مثلا چوب گردو هوا خشکش حداقل 1 سال طول میکشه، چوب توسگاه هوا خشکش 7-8 ماه طول میکشه. وقتی که چوب گرون شد دیگه ما نمیتونستیم 10 متر چوب بخریم 8 ماه 9 ماه بمونه تا بخوایم بعدش این چوب رو تولید کنیم. اومدیم چوبامون رو دادیم دستگاه‌های خشک‌کن بیرون خشکش کنن. این خشک کردن بیرون با دستگاه‌های خشک‌کن معمولا توی یه چوب مثل چوب گردو 2 ماه زمان میبره. بعد 2 ماهی که ما چوب رو تحویل میگیریم چوب خیلی تاب افتاده، سر و ته چوب ترک افتاده و خیلی وقتا چوب رو میدادیم به خشک‌کن خشک کنه چوبو. برای اینکه زودتر چوب ما تحویل بده دمای خشک‌کن رو میبرد بالا، چوب از داخل میپوکید. یعنی ظاهر چوب خوب بوده ولی داخل چوب رو نگاه می‌کردی داغون بود. جوری که برش می‌زدی چوب میریخت. ما بعد از تحقیقات زیادی که انجام دادیم با شرکت گانیمه آشنا شدیم و این دستگاه خشک‌کن کارمر رو ما ازشون خرید کردیم. حدود 6-7 ماهی که ما دستگاه رو خرید کردیم داریم از دستگاه استفاده می‌کنیم. خیلی مشکلاتمون برطرف شده تو این 6-7 ماه. از چوب فروش دیگه ما چوب نمی‌خریم، از چوب بری چوب خرید می‌کنیم. میریم چوب رو با قیمت پایین از چوب بری خرید می‌کنیم. اینجا چوب رو به ابعادی که می‌خوایم، اندازه‌ای که استفاده می‌کنیم یا حتی به صورت اسلب اگه اسلب بخوایم استفاده کنیم برش می‌زنیم، می‌چینیم توی دستگاه. 10 روز 12 روز بعد چوبمون رو خشک استفاده می‌کنیم. این 10 روز 12 روز توی چوبای مختلف فرق می‌کنه. مثلا ما چوب توسگاه استفاده می‌کنیم، این چوب توسگاهمون توی 6 روز 7 روز 8 روز نهایت 10 روز بسته به خشک بودن چوب، خیس بودن چوب فرق می‌کنه زمانی که خشک شده. ولی چوب گردو که می‌چینیم توی دستگاه بین 10 تا 15 روز چوبمون کاملا خشک میشه و می‌تونیم استفاده کنیم. با کمترین پرت، کمترین آسیب رسوندن به چوب. ما چوبمون رو وقتی می‌دادیم بیرون خشکش می‌کردن، مثلا یه چوب 2 متری وقتی می‌دید بیرون با روش هوا خشک خیلی آسیب می‌بینه. ولی باز با روش‌های معمولی، روشی که به چوب حرارت و بخار میدن، وقتی می‌دادیم بیرون چوب خشکش کنن، از یه چوب 2 متری 10 سانت سر چوب، 10 سانت ته چوب حداقل ترک برمی داشت. ولی ما اینجا چوبمون رو وقتی می‌ذاریم توی دستگاه، مثلا ما کاسه‌های 30 سانتی می‌خوایم تولید کنیم، کاسه‌های میوه‌خوری 30 سانتی، میایم چوبمون رو 31 سانتی برش می‌زنیم، خیس می‌چینیم توی دستگاه. حتی 1 سانت هم سر و ته چوب ما ترک بر نمی‌داره که بخواد چوبمون پرت بشه. ما چوبی که گذاشتیم داخل خشک‌کن از زمان برشش 20 روز گذشته بوده، یعنی چوب کاملا خیس بوده. ما چوبو خریدیم، رامبری کردیم، بعد گذاشتیم داخل خشک‌کن. حدود 12 روز داخل خشک‌کن بوده، این چوب کاملا خشک شده. این سر و ته چوب اگه شما بیاید اینجا دقت کنید هیچ ترکی بر نداشته، ترکش در حد 2 میل 3 میله. ما همیشه میرفتیم چوبو میگرفتیم میدادیم بیرون، برامون با روش‌های معمولی خشک می‌کردن یا اینکه چوبو می‌داشتیم هوا خشک می‌شد. تو این روش‌ها سر و ته چوب خیلی ترک میافتاد، چوب آسیب میدید، چوب تاب برمی‌داشت. اگه دستگاه و تکنولوژی خوبی برای پیشرفت کارمون وجود داره باید معرفی شه که امثال من بتونیم از این تکنولوژی استفاده کنیم برای بهبود کیفیت کارمون، برای بیشتر شدن راندمان کارمون و اینکه بتونن همه استفاده کنن. دیگه با این دستگاه احتیاجی نیستش که تو تابستون چوبتو بخری که زمستون لنگ چوب نمونی. هر موقع سال چوبتو بخری میتونی 2 هفته بعدش استفاده کنی. ما نجارا یه اصطلاح داریم به اسم زور چوب. چوب وقتی که می‌خریم برش هم می‌زنیم، حتی وقتی که خشک شده برش هم می‌زنیم، چوب زور داره، چوب میتابه. با این روش چون چوبو توی خلأ میذاره، چوب مکش پیدا میکنه، آب چوب کشیده میشه، زور چوب گرفته میشه. یعنی ما وقتی می‌خواستیم بیایم یه کافی بار چوبی تولید کنیم، چوب خشک هم می‌گرفتیم، سایزمون رو اگه ابعادی که می‌خواستیم 4x4 بود ما 5x5 برش می‌زدیم. اینو می‌ذاشتیم یه هفته میگذشت، بعد یه هفته میومدیم رنده گندگی انجام میدادیم. اون 1 سانت
اضافه میگرفتیم واسه اینکه چوبمون زور داشته، چوبمون میتابیده. اما وقتی دستگاهو خریدیم دیگه احتیاجی ما این کارو انجام بدیم، چون وقتی که خشک میشه توی همون ابعاد میبریمش، دیگه هیچ ترکی بر نمیداره، چوبم نمیتابه به مرور زمان. ما چون ظرفای چوبی مثل این کار یا مثل اون شکلات خوری، قندون یا میوه خوری رو تولید میکنیم، ضد قارچ و ضد باکتری بودن این چوب خیلی واسه ما مهمه. این دستگاه تموم موریانه، باکتری، قارچ و همه این چیزایی که تو چوب وجود داره رو بین میبره. یکی دیگه هم مزیت‌های دستگاه برای ما این بوده، ما چون کارگاهمون توی حومه شهره دسترسی به گاز نداریم. ما چند وقت دنبال هر دستگاهی رفتیم، دیدیم باید برای این دستگاه کارگاهی داشته باشیم که گاز داشته باشه، یا حتی خیلی دستگاه‌ها با گازوئیل کار می‌کرد ولی تامین گازوئیل توی این شرایط خیلی سخت بود. مزیت این دستگاه اینه که از گاز نمی‌خوای توش استفاده کنی، فقط برقه. مصرف برق آنچنانی هم نداره. ما کارگاهمون قبل اینکه دستگاهو بگیریم پول برقش میومده ماهی 6 تومن، 6500، 7 میلیون تومن. از وقتی دستگاهو گرفتیم یک سره دستگاه داره کار می‌کنه، 2 میلیون تومن پول برقمون داره بیشتر میاد. که توی این بازدهی که دستگاه برامون داره، سودآوری که داره، این 2 تومن هیچ اصلا حساب نمیشه. برای قطعی برق این دستگاه بیشترین قسمتش که میخواد با برق کار کنه، قسمتیه که مخزنش آبو گرم میکنه، توی رادیاتور آب جریان پیدا میکنه، آب گرم. اگه برق 1 ساعت، 2 ساعت یا 1 روزم برق قطع بشه، دمای داخل دستگاه اونقدر پایین نمیاد، اونقدر فرق نمیکنه. با توجه به اینکه توی این 1 هفته 10 روزی که دستگاه داره کار میکنه، چوبو داره خشک میکنه، باید یه بار 2 بار در دستگاه به مدت 5 ساعت، 6 ساعت یا حتی یه روز در دستگاهو باز کنی که دمای داخل دستگاه دمای بیرون یکیشه. یه خورده باید هوای محیط به داخل دستگاه بره. ما برای تامین چوب مورد نیازمون، برای تولیدمون همیشه خیلی مشکلات داشتیم. خیلی از دوستان من بوده، کارگاه‌های دیگه دیدم که به خاطر اینکه رفتن چوب بخرن، به جای چوب خشک چوب خیس بهشون دادن. کاری که گرفته طرف تولید کرده همش تاب افتاده، فرستاده برای مشتریش برگشت خورده. خیلی‌ها چوب خیس و خشک اصلا متوجه نمیشن وقتی میرن پیش چوب فروش بخرن. چوب فروش بهش میگه این چوب خشک، میخره، میاد کارو میزنه، میبینه چوب خیس بوده. هر چی کار کرده همه خراب میشه. این دستگاه همه این مشکلاتو برای من برطرف کرده. دیگه نمیرم دنبال چوب خشک گرون بخرم، میرم چوبمو چوب خیس ارزون میخرم، میذارم توی دستگاه، 10 روز بعد با خیال راحت چوبمو استفاده میکنم. ما کارگاهمون تهران، اتوبان خاوران، فروناباد اوله. هیچ مشکلی ندارم با اینکه هر کسی بخواد از شما دستگاه بگیره، بیاد کارگاه من دستگاهو ببینه، بازدهی دستگاهو ببینه. چون خودم خیلی مشکلات داشتم که با این دستگاه حل شد. دوست دارم اگه کسی دیگه مثل من مشکل داره با تامین چوبش، مشکل داره، خیلی جاها مثل من سرش کلا رفته، دیگه این مشکلات براش برطرف بشه. اینم تفاوت 2 تا چوبی که یکی تو خشکان بوده به مدت 2 هفته خشک شده و یه دونه هم که خشک نشده. این 2 تا چوب جفتش از یه تنه هستن. ببینید فرقشون چیه؟ فرق این چوبی که خشک شده، این پوست جدا شدهشه، رنگش که میبینید خیلی تیره تر از اینه، یه مقدار این سفیدتر میزنه ولی این زردتر میزنه. چوب کاملا صحیح و سالم در اومده، یه ذره ترک هم حتی سر و ته چوب نیافتاده به هیچ عنوان. و صداشون هم ببینید، صداش هم تفاوت داره. این صدای چوب خشک شده است که صدای فنری داره، چوب خیس میبینید صدای بم داره. من به عنوان یه تولید کننده که این دستگاهو خریدم، بازدهی خیلی خوبی برام داشته، باعث شده تولیدم خیلی 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 بهتر انجام بشه. میتونم به توی تولید کننده پیشنهاد کنم اگه قصد خریدن دستگاه داری یا شک داری به این چیزایی که تعریف کردم، یه تخته چوب تو بیاری کارگاه من، وقتی میخوام خشک کنم و پر کنم بذارم تو خشک کنم، 10 روز بعد بیای همون تخته چوب تو تحویل بگیری.